نماسته. سلام، من نسیم هستم و دارم زبان هندی رو به شما آموزش میدم. امروز میخوام کاربرد فعل لگنا در زبان هندی رو به شما آموزش بدم. آماده اید؟ پس شروع میکنیم. لگنا در زبان هندی به معنی به نظر رسیدنه. یعنی معنی اصلیش هست به نظر رسیدن. اما وقتی که در جملات متفاوت میاد معنیش عوض میشه. به چه صورت؟ الان براتون توضیح میدم. مثلا در این جمله مجھے بھوک لگی ہے. مجھے بھوک لگی ہے یعنی من احساس گرسنگی میکنم. من گرسنمه. بھوک یعنی گرسنگی. مجھے بھوک لگی ہے. پس در این جمله لگنا تبدیل شد از لحاظ معنایی به کلمه احساس کردن. بھوک لگی ہے یعنی احساس گرسنگی میکنم. مجھے بھوک لگی ہے. اسے ڈر لگتا ہے. اسے ڈر لگتا ہے یعنی اون احساس ترس میکنه. احساس ترس میکنه. پس ما میتونیم برای ابراز احساسات، برای بیان احساساتمون از فعل لگنا استفاده کنیم با کمک گرفتن از ضمایر مفعولی. یعنی اول ضمیر مفعولی رو میاریم، بعد اون حسی که داریم بیان میکنیم و بعد لگنا رو میاریم. میری بهن کو کل پارتی اچھی لگی. میری بهن کو کل پارتی اچھی لگی یعنی خواهر من از مهمونی دیروز خوشش اومد. از مهمونی دیروز خوشش اومد. اچھا لگنا یعنی خوش آمدن. اچھا لگنا اینجا میگه اچھی لگی، گذشته ساده است. پس در اینجا فعل لگنا بازم چیه؟ ابراز احساسات، بیان احساسات، احساس خوش آمدن از چیزی یا کسی. لگتا ہے بانی برس رہا ہے یعنی به نظر میاد که، به نظر میاد که چی؟ داره بارون میاد. ببینید اینجا به نظر رسیدن معنی میده. مثلا فکر کنید که شما آماده شدید، دارید میرید بیرون، میاید از مادرتون، پدرتون یا حالا هر کسی که اونجا هست میپرسید، میگید که من چطور شدم، چطور به نظر میام. باید بگید که میں کیسے لگ رہی ہوں. میں کیسے لگ رہی ہوں من چطور به نظر میام. یا اگر آقا هستید بگید لگ رہا ہوں یعنی من چطور به نظر میام. مجھے دفتر پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگے گا. مجھے دفتر پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگے گا یعنی 1 ساعت طول میکشه که من به دفتر برسم. پس اینجا فعل لگنا تبدیل شد معنیش به چی؟ به طول کشیدن، زمان بردن. امریکا घूमने में बहुत पैसा लगेगा. امریکا घूमने में बहुत पैसा लगेगा. घूमने از घूमना میاد. घूमना یعنی چی؟ یعنی گردش کردن. امریکا घूमने में یعنی گردش کردن در آمریکا. बहुत पैसा लगेगा پول زیادی لازم داره. اینجا میشه به معنای لازم داشتن. हमें लगा कि आपको खाना पसंद आया. हमें लगा یعنی ما فکر کردیم. اینجا میشه چی؟ اینجا در این جمله معنی فعل لگنا میشه فکر کردیم. hame لگا یعنی ما فکر کردیم که چی؟ که شما از غذا خوشتون اومد. فعل لگنا در جمله با توجه به فاعل شما کمی تغییر ظاهر میده. مثلا اگر فاعل شما خانوم باشه به یه شکل میاد، فاعل شما آقا باشه به یه شکل دیگه میاد. اگر فاعلتون جمع باشه به یه شکلی و اگر فاعل شما مفرد باشه به شکل دیگه در میاد. مثلا हम हिंदी पढ़ने लगे. हम हिंदी पढ़ने लगे. हम ضمیر جمع ما. हम हिंदी पढ़ने लगे. हम हिंदी पढ़ने लगे. هم ضمیر جمع ما. پس باید فعل لگنا رو متناسب با اون به کار ببریم. پس میشه لگه. हम हिंदी पढ़ने लगे. मुझे वो अच्छी लगी. مجھے وہ اچھی لگی. مجھے مفرد دیگه، من خانم هستم، میگم اچھی لگی. فعل لگنا وقتی که همراه با یک فعل دیگه در جمله میاد، یعنی لگنا نقش فعل کمکی رو میگیره،
نشون دهنده آغاز یک فعالیته. مثلا मैं रोज 6 बजे खाना बनाने लगती हूँ. मैं रोज 6 बजे खाना बनाने लगती हूँ. کانا بنانا یعنی غذا پختن. 6 بجه یعنی ساعت 6. मैं روز یعنی من هر روز ساعت 6 شروع به غذا پختن میکنم. خب درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. حالا نوبت چیه؟ مشق. قلم و دفتراتون رو بیارید و جمله ها رو یادداشت کنید. یادداشت کردید؟ بسیار خوب. جمله ها رو زیر ویدیوی مربوط به همین درس در قسمت کامنت بنویسید تا بتونم ایراداتتون رو بگیرم و راهنماییتون کنم. تا جلسه بعدی به امید دیدار. فیرمی لنگه.